این تحچین مرغ و بادمجون به قدری خوشمزه میشه که مطمئنم پای ثابت سفرتون میشه. نصف سینه مرغ و با یه دونه پیاز، 2 حب سیر و یه مقدار آب بریزید داخل قابلمه. آب که جوش اومد کفهای روش تا جایی که میتونید بگیرید. بعد یه قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه اضافه کنید. درشو بذارید که مرغ کامل بپزه. تو این فاصله 2 تا دونه بادمجون رو پوست بگیرید، حلقه‌ای برش بزنید. داخل روغن 2 طرفشو خوب سرخ کنید. مرغ که پخت از داخل آب در بیارید. آبش هم از یه صافی رد کنید و کنار بذارید. مرغ هم بر اندازه‌ای که دوست دارید تیکه کنید. 2 طرف بادمجون که سرخ شدن از تابه بیرون بیارید. توی همون تابه یه مقدار کره بریزید. یه دونه پیاز که خلالی کردید و سرخ کنید داخلش. بعد سینه مرغ رو به همراه یه قاشق زعفرون دم کرده و آب مرغی که کنار گذاشته بودید اضافه کنید. یه قابلمه رو آب کنید، بذارید روی حرارت. جوش که اومد بهش نمک و برنج رو که از قبل خیس کرده بودید اضافه کنید. بعد چند دقیقه برنج زودتر آبکش کنید، کنار بذارید تا خنک بشه. 2 تا دونه تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری روغن برای هر پیمانه برنج، 2 قاشق غذاخوری ماست برای هر پیمانه برنج و همراه یه مقدار نمک، پودر دارچین، پودر هل و 2 قاشق غذاخوری زعفران رو دم کرده اضافه کنید و مایه تحچین رو بریزید روی برنجی که کاملا خنک شده. به آرومی مایه تحچین رو با برنج ترکیب کنید. داخل قابلمه یا تابه نچسبتون یه مقدار روغن بریزید، دیوارها رو خوب چرب کنید. نصفی از مایه تحچین رو داخلش بریزید، خوب فشرده کنید. بعد مرغ رو بریزید، از اطراف یه کوچولو فاصله بدید. دوباره بادمجونا رو روشون بچینید، یه مقدار فشرده کنید و نصف دیگه از مایه تحچین رو روش بریزید و خوب فشرده کنید. بذارید روی حرارت ملایم، درش دم کنی بذارید. برای 1 ساعت بذارید که بپزه. اطرافش که به این صورت طلایی شد آماده است. نوش جان.